این اولین قصه کانال ماست. کانال قصه های خواب. خوش اومدی نازنینم. امیدوارم امشب صدای قصه برات آرامش بسازه و کم کم تو رو به دنیای خواب نزدیکتر کنه. سلام عزیزم. امشب میخوام قبل از اینکه قصه‌مون رو شروع کنیم دل خستت یکم سبکتر بشه. میدونی عزیزم، خدا همین نزدیکی هاست. روی قلبت نور میپاشه، همون نوری که مثل یک پتو گرما و آرامش رو دور دلت حلقه میکنه. هیچ کس مثل خدا بلد نیست فکرای پراکنده امروز رو از ذهن آدم جمع کنه. هیچ کس مثل اون نمیدونه چی بهت گذشته، کجا بغض کردی و چه چیزی بی صدا آزارت داده. پس آروم نفس بکش، بذار چشمات کم کم سنگین بشن و شونه هات از فشار روز آزاد بشن. خدا مراقبته، بی صدا، مهربون، با همون نگاهی که همیشه همراته. و حالا وقتی که آروم شدی میخوام ببرمت به یک سفر قدیمی، به قصه‌ای از دل قابوس نامه، جایی که آفتاب ظهر روی جاده های خاکی میتابید و مردی جوان به نام صالح، بازرگانی تازه کار، بارهاشو بر الاغش گذاشته بود و به سوی شهر بلخ میرفت. شهری که نمیدونست اون روز چه سرنوشتی براش رقم زده. قصه امشب ما از همین جا شروع میشه. بازرگان قصه ما به شهر بلخ میرفت تا کالاهایی را که با خود آورده بود به فروش برساند و آنچه را نیاز داشت از جایی که نشانی آن را از بازرگانان شهر خود گرفته بود خریداری کند. خورشید به نیمه های آسمان رسیده بود که بازرگان به دروازه شهر رسید. افسار الاغش را به درخت بزرگی بست و خود روی سنگ بزرگی نشست و چشم دوخت به دور دست شهر و به فکر فرو رفت. آن روز این شهر برای او بسیار ناشناس می نمود، چرا که تاکنون برای تجارت به آنجا نیامده بود. شاید به همین خاطر چنین احساسی داشت. او همچنان در فکر بود و با خود می اندیشید اگر رهگذری از این سو بگذرد برای اطمینان بیشتر از او نشانی مغازه را می پرسم، اما دریغ از یک رهگذر. پس بهتر است داخل شهر بروم، شاید عاقبت از این سردرگمی درآیم. خورشید همچنان نور و گرما بر سر زمین فرو می‌ریخت که بازرگان به داخل شهر رسید و با نشانی که پیش از آن گرفته بود به بازار شهر رفت. با رسیدن به بازار بازرگان احساس کرد از تنهایی رها شده و با شهر و مردم آن پیوند خورده است. جمعیت انبوهی در بازار مشاهده می‌شد. عده‌ای در رفت و آمد و تعدادی دیگر در حال خرید و فروش بودند. با دیدن مردم در بازار خنده‌ای بر لبان بازرگان شکفت و دلش به شوق نشست. در همین حال با خود نجوا کرد مغازه‌ای که نشانیش را گرفتم کجاست؟ به کدام سو باید بروم؟ بازرگان به افکار خود فشار آورد
تا سرانجام توانست نشانی مغازه‌ای را که جستجو می‌کرد به یاد آورد. پس به سوی آن محل حرکت کرد. او همچنان به راه بود. گاهی از میان انبوه جمعیت که در هم می‌لولیدند راهی برای خود و الاغش باز می‌کرد و گاهی در گوشه‌ای می‌ایستاد و نشانی مغازه را می‌پرسید. سرانجام پس از دقایقی که گذشت به نزدیکی‌های مغازه رسید. در همین حال از دور نگاهی به داخل مغازه انداخت. در تاریکی آنجا هیچ چیز پیدا نبود. افسار الاغش را دور دست پیچید و خودش را جلوی مغازه رساند و ساکت و خاموش بر جای ایستاد. لحظاتی جذب گفتگوی مغازه‌دار و شاگردش شد. اوستا، مزد چند ماه مرا هنوز نداده ای؟ همیشه وعده روز دیگر را می دهی. صاحب مغازه چشمان پر از خشم خود را به شاگرد دوخت و گفت تا چند روز دیگر مزد عقب افتاده تو را خواهم داد. حالا برو به کارت برس. مغازه‌دار این را بگفت و به طرف عقب مغازه حرکت کرد که ناگاه صدای بازرگان او را در جای خود نگاه داشت. مغازه استاد برات اینجاست؟ استاد برات با شنیدن نام خودش متوجه او شد و پس از ورانداز کردن مرد و الاغ که بر پشتش بار سنگینی بود فهمید که او بازرگان است و به قصد خرید و فروش به آنجا آمده است. پس آب دهانش را فرو داد و گفت بله خودمم، بفرمایید داخل مغازه. سپس رو به شاگرد کرد و با تحکم گفت پسر برو افسار الاغ را به میخ دیوار ببند و بعد هم 2 پیاله چای بیاور اینجا. در همین حال استاد برات کلاه نمدی خود را بر گوشه تختی که بر روی آن فرش پهن کرده بود انداخت و به همراه بازرگان بر تخت نشست و گفت اولین بار است که تو را می‌بینم. بهتر است ابتدا تو را بشناسم و بدانم که چه چیزی می‌خواهی بخری. و در همین حال صدای شاگرد از ته مغازه به هوا برخاست و صحبت استاد را نیمه تمام گذاشت. استاد برای شما هم چای بیاورم؟ استاد برات تک سرفه‌ای از سینه بیرون داد و رو به بازرگان کرد و با لحنی مؤدبانه گفت ببخشید. پس با صدای دورگه‌ای فریاد زد و گفتم 2 بیار، رنگشم مثل آب دهان مرده نباشد. بازرگان نگاهی به اطراف مغازه انداخت و در یک لحظه از چیزهایی که می توانست خریداری کند خبردار شد. بعد گفت اسمم صالح است و بازرگانی تازه کارم. از راهی دور آمده ام و مقداری جنس آوردم تا آنها را به شما بفروشم. بعد هم تصمیم دارم که مقداری جنس نیز از شما خریداری کنم. برات لحظه‌ای روی تخت جابجا شد و گفت بسیار خوب، بگو بدانم که چه چیزهای آورده‌ای و کدام اجناس را می‌خواهی. بازرگان گفت مقداری ظروف و وسایل خانه و یک قالیچه با ارزش آورده‌ام و می‌خواهم زردچوبه، زعفران، هل و دارچین بخرم. برات گفت بسیار خوب، تمام اجناس تو را می‌خرم و به جای آن هر چه بخواهی می‌دهم. در همین حال شاگرد استاد برات سینی چای را مقابل استاد و ساله گذاشت و رو به استاد گفت استاد کاری نداری؟ میخواهم چند دقیقه بروم بیرون، زود بر میگردم. برات در حالی که چای را در نلبکی میریخت گفت کجا؟ اول برو و بارهای خرجین الاغ آقا را خالی کن که خیلی کار داریم
بعد هر جا میخواهی برو. شاگرد مغازه‌دار بی آنکه چیزی بگوید به طرف الاغ رفت. دستی بر سر و روی حیوان کشید و خرجین پر از جنس را از نظر گذراند. سپس اجناس را از داخل آن بیرون آورد و یکی یکی به داخل مغازه برد. او هر بار که جنس را به داخل مغازه می آورد به برات و بازرگان که در حال آماده کردن اجناس بودند نیم نگاهی می انداخت و عرق پیشانی را با آستین می زدود، نفسی تازه می کرد و دوباره بقیه اجناس را به داخل مغازه می آورد. شاگرد در حالی که نفس نفس می زد قالیچه ای را که بر دوش گرفته بود روی زمین انداخت و از میان آن گرد و غبار شیری رنگی به هوا برخاست. رو به برات کرد و گفت استاد تمام شد، همه اجناس را آوردم. برات که در حال حساب کردن قیمت اجناس با چرتکه بود با اشاره به اجناسی که در گوشه از مغازه بر روی هم چیده بود گفت بسیار خوب، بیا و این اجناس را هم ببر و داخل خرجین بگذار، فقط عجله کن، این آقا از راه دوری آمده و می‌خواهد زودتر برگردد. چند دقیقه طول کشید که شاگرد با کمک بازرگان اجناس را در خرجین الاغ گذاشت و از همان جلوی مغازه با صدای بلندی گفت استاد من میروم و زود برمیگردم، باید مقداری وسیله که مادرم خواسته است به خانه ببرم. شاگرد بی آنکه در انتظار جواب استاد باقی بماند به سرعت به سوی دهانه بازار دوید و از چشم صالح که در حال جابجا کردن اجناس در خرجین بود دور شد. صالح پس از محکم کردن خرجین بر پشت الاغ به داخل مغازه رفت و پس از مدتی جمع و تفریق کردند استاد برات مقداری پول به او داد و گفت این 5 دینار هم بابت اضافی قیمت اجناس است. صالح پول را گرفت و پس از خداحافظی حرکت کرد. اما هنوز چند قدمی از مغازه دور نشده بود که با خود اندیشید بهتر است سکه هایی را که مغازه دار داده است بشمارم. او سکه ها را یکی پس از دیگری شمرد که ناگاه متوجه شد دیناری کم است. پس با سرعت به طرف مغازه برگشت و چون به آنجا رسید رو به استاد برات کرد و به آرامی گفت گمان می کنم که اشتباهی شده چون 1 دینار از پولها کم است. با شنیدن این سخن خون به شقیقه استاد دوید و به صالح که حالا در آستانه مغازه بود نگاهی انداخت و با ناراحتی فریاد زد نه، من تمام طلب تو را پرداختم. بازرگان دست خود را پیش کشید و سکه هایی را که در کف دستش بود به برات نشان داد و با ناراحتی گفت این تمام سکه هایی است که تو داده ای و با آنچه که قبلا حساب کردی 1 دینار کم است، می توانی خودت هم بشماری. برات دستی بر سبیل های بلند خود کشید و گفت ای نابکار چرا دروغ می گویی؟ بازرگان لحظه‌ای به اطرافش نگاه کرد و به مردم رهگذری که جلوی مغازه جمع شده بودند نگاهی انداخت. بعد فریاد کشید باز هم میگویم که دیناری کم است. با شنیدن صدای بازرگان تمام کسانی که جلوی مغازه ایستاده بودند شروع به پچ پچ کردند. ساعتی گذشت. مغازه‌دار و صالح همچنان بر سر هم فریاد می‌کشیدند و هیچ کدام حاضر به عقب نشینی نبودند. جمعیت نیز هر لحظه بیشتر و بیشتر می‌شد و سر و صدای بلند آنها
بیشتر از قبل بر گوش مغازه‌دار می نشست و موجب آزار او می شد. سرانجام مغازه‌دار زیر فشار زمزمه های مردم و پافشاری تاجر، در حالی که بر چهرهش حاله از خشم نشسته بود، به ناچار دیناری از داخل کیسه‌ای که سکه های خود را در آن میریخت بیرون آورد و به مرد بازرگان داد. بازرگان سکه را گرفت و بی آنکه چیز دیگری بگوید راه برگشت را در پیش گرفت. هنوز راه زیادی نرفته بود که صدایی از پشت سر او را به خود آورد. ای خواجه، شاگردانه مرا فراموش کردی. با شنیدن این صدا بازرگان بر جای خود ایستاد و لحظه‌ای سر برگرداند. در همین حال شاگرد مغازه‌دار را دید که به سوی او می آید. شاگرد در حالی که نفس نفس می زد لحظه‌ای ایستاد، نفس عمیقی کشید، آب دهانش را با آستین جمع کرد و گفت: هنگامی که به مغازه برگشتم شما را ندیدم و چون حق شاگردانه خود را نگرفته بودم یک نفس به دنبال شما دویدم. بازرگان پس از اینکه نگاهی به چهره او انداخت، همان سکه ای را که از مغازه‌دار گرفته بود جلو آورد و گفت: بیا این سکه را بگیر که حق شاگردانه تو را هم پرداخته باشم. شاگرد مغازه‌دار سکه را از بازرگان گرفت و پس از تشکر از او در حالی که سر از پا نمی شناخت به طرف مغازه دوید. در مقابل مغازه شاگرد لحظه‌ای به جای ایستاد و نگاهی به سکه انداخت و خواست آن را در جیب خود بگذارد که ناگاه برق سکه در چشمان مغازه‌دار درخشید. مغازه‌دار همانطور که خیره خیره به سکه نگاه می کرد به طرف شاگرد آمد و گفت: این سکه را از کجا آورده ای؟ شاگرد ماجرا را برای مغازه‌دار تعریف کرد و گفت: آن را از همان بازرگانی که به مغازه او آمده بود شاگردانه گرفته است. با شنیدن سخن شاگرد برات لحظه‌ای گنگ و مبهوت بر جای ایستاد و به اندیشه فرو رفت. پناه بر خدا، چگونه ممکن است مرد بخیلی چون او که برای همین سکه تا غروب آفتاب با من به مشاجره پرداخته بود دینار زر را به راحتی به شاگرد من بخشیده باشد؟ نه، باور نمی کنم. بهتر است به دنبال او بروم و علت این کار را بپرسم. مغازه‌دار از میان حاله های اندیشه که در میان خود تنیده بود به یک بار بیرون آمد و به سوی بازرگان دوید. دقایق بیش طول نکشید که نزدیک بازرگان رسید. لحظه‌ای مکث کرد و آنگاه در مقابل او ایستاد و نفس عمیقی را از سینه بیرون داد و گفت: ای مرد، پرسشی دارم، پاسخ مرا بده و مرا از حیرت نجات بده. چرا که هرچه اندیشیدم نتوانستم به چگونگی کار تو پی ببرم و تو را بشناسم. مرد تاجر با خونسردی گفت: بگو تا بدانم پرسشت چیست؟ استاد برات بار دیگر با فرو دادن نفس عمیقی هوایی را که در سینه حبس کرده بود بیرون داد و گفت: تو چند ساعت تمام برای 1 دینار در بازار داد و فریاد به راه انداختی و مردم را اطراف خودت جمع کردی تا سرانجام آن را از من گرفتی. اما چند دقیقه پیش همان سکه را به شاگرد من بخشیدی. من از این کار تو در حیرتم و هرچه اندیشیدم که آن داد و فریاد چه بود و این بخشش برای چیست
نتوانستم پاسخ مناسبی بیابم. اکنون از تو میخواهم که علت کار امروزت را به من بگویی. مرد تاجر که حالا گرد و غبار کینه و نفرت را از پنجره وجودش پاک کرده بود، با لبخندی بر لب گفت: ای مرد، تعجب نکن، زیرا من مردی بازرگان و تاجرم و راه و رسم بازرگانی چنین است که اگر کسی در خرید و فروش 1 دینار ضرر کند، مانند آن است که نیمی از عمر خود را از دست داده باشد و هیچ به دست نیاورده باشد. اما در آیین جوانمردان نیز چنین است که اگر جوانمردی از کمک به دیگران خودداری کند، وجود او ناپاک باشد. من این 2 کار را کردم که نه از عمر خود ضرری کرده باشم و نه وجود خود را ناپاک و آلوده کرده باشم. استاد برات که از این گفته مرد بازرگان درسی آموخته بود، سر در پیش گرفت و متفکر به مغازه بازگشت. مرد تاجر نیز راه خود را در پیش گرفت و به رفتن ادامه داد. دوست خوبم، امشب همراهم بودی. امیدوارم این قصه تونسته باشه آرامشی نرم و عمیق توی دلت بسازه. اگر این قصه برات آرامش داشت، میتونی کانال رو دنبال کنی تا شبا قبل از خواب با یک قصه تازه کنارت باشم. حالا چشماتو ببند، آروم و بی صدا، و اجازه بده باقی شب نوری از سمت خدا توی دلت جریان داشته باشه. شبت آروم، روحت سبک، خوابت شیرین.